خب سلام به همگی. الان یه کاری که برام خیلی خوشایند بود انجام بدم اینه که برم یه ویدیو از ساحل بگیرم تو جزیره زیبای کیش و هیچ چیزی جز ساحل و دریا نباشه. دلیلم هم اینه که بتونن همه یه همچین ویدیویی رو میتونن تولید کنن. حالا میتونه ساحل باشه یا هر جایی که از طبیعت زیباست و عمدن هم صدا توش نباشه، به خاطر اینکه وقتی شما توی شبکه‌های اجتماعی، حالا مثلا یوتیوب که من میخوام تست کنم روش ویدیو رو و تو ویدیوی بعدی هم حتما توضیح میدم که واکنش‌ها و بازخوردها چطور بود، توی همچین شبکه‌های اجتماعی اگر شما صحبت کنی فقط مخاطبینتون همزبوناتون میشن. یعنی اگه شما فارسی صحبت کنی احتمالاً 80-90 میلیون کلا آدم میتونن بفهمن. البته خب کشورهای دیگه هم هستن که فارسی صحبت میکنن ولی به هر حال مخاطبتون فارسی زبان هم میشن. اگر انگلیسی صحبت کنید انگلیسی زبان ها، اسپانیایی، هر زبانی که استفاده کنید محدود میشه کسایی که مخاطبینتونن. ولی وقتی که شما بی کلام ویدیو درست میکنید کل آدمای کره زمین میتونه مخاطبتون باشه. خب این یه چیز خیلی مهمه اولا واسه اینکه مارکتتون بزرگ بشه، اون فضای آدمایی که میتونن گوشش کنن اونا زیاد بشه. بعد تو کشور ما خیلی خوبه آدما اگه رو بیارن به تولید محتوایی که بشه کل دنیا شنیدش. و هم یه منبع درآمد، هم واقعا از نظر توریستی خیلی کمک میکنه. یعنی در کل یه کار پسندیده ایه، هم اخلاقی قشنگه، همین که اقتصادی قشنگه و کشور ما هم ظرفیت این قضیه رو داره که بیشتر شناخته بشه، زیبایی‌هاش دیده بشن. واسه همین من تصمیم گرفتم امروز هم از این طبیعت گردیم لذت ببرم، هم این تست رو بگیرم. حالا من تو این ویدیو که میرم برای گرفتن ویدیو و تو ویدیو بعدی هم بازخوردا رو میگم بهتون. و برای گرفتن ویدیو هم لزوما چیز خاصی، تجهیزات خاصی لازم نیست. یعنی شما میتونید با گوشیتون این کار رو انجام بدید یا حالا اگر دوربین دیگه‌ای دارید، حالا مثلا از این استفاده کردم ولی هیچ لزومی به این نداره که مثلا هیچ لازمه ویدیو گرفتن نیست. خب و حتی کیفیت ویدیو هم به نظر من اونقدر مهم نیست. من این مثلا تو شارژ که میریم اونجا سر اون میکلان همونن بودن با لوکیشن یه 10 دقیقه 5 دقیقه فاصله دارم. بعد اینکه آره هیچ تجهیزاتی نمیخواد، ترجیحاً بهتره دوربین رو یه جا ثابت بذاری که لرزش و اینا نباشه. بعد همین تقریبا با هر دوربین گوشی هم فیلم بگیرین اوکی. اصلا یعنی کمالگرایی بذارین کنار رو این قضیه. بعضیا مثلا میگن حالا دوربینم اوکی نیست، حالا مثلا لوکیشن هم اوکی نیست، حالا امروز حالم خوب نیست. خب هیچ وقت انجام نمیشه. من یکی از دوستان مثلا چند وقت پیش اومد و پیشم میگفتش من 1 ساله که مثلا میخوام این کارو بکنم نکردم. تو 10 دقیقه اولین ویدیوشو گذاشت. خیلی به نظرم قشنگ و جالب بود. و خیلی تو این مرحله به خاطر یه کمالگرایی ساده گیر کردن. من راجع به اینم صحبت میکنم، راجع به اینکه چرا آدما تو این مرحله گیر میکنن. ببین شما امروز میایید به یه بهونه کوچیک میگی این کارو انجام نمیدم که اکثرا هم بهونه کیفیت است. مثلا الان مثلا کیفیت کارم خوب نمیشه، الان مثلا من نمیدونم کجا برم، الان سختمه برم لوکیشن فلان، بعد الان دوربین ندارم. اصلا اینا یه بهونه‌های الکی هستن. تو با همون دوربینت بگی هر چی که هست، هر ویدیویی که هست بگیر بذار دیگه، بذار که شکست بخوری. اصلا اگه نمیگی شکست می‌خورم، بذار شکست تو ببین. اون شکست رو دیدن انقدر ارزش داره که تو اون پیروزی نیست به خدا. یعنی تو وقتی میفهمی او این مسیر شکسته، دفعه بعدی که داری اون کارو انجام میدی دیگه اون مسیر رو حداقل نمیری. یعنی شکستن تقریبا به اندازه برد به نظرم قشنگه. البته که حالا برده، مثلا برد واقعا میتونه چند برابر شکست ارزش داشته باشه، ولی تو که نیومدی ببری که هیچکی نمیاد که یهو ببره که. یعنی هر کی تحمل باخت داشته باشه یادتون باشه، هر کی تحمل باخت داشته باشه ظرفیت پیروزی هم داره. خیلی ساده است ولی خیلی واقعیه. و پررو باشین. واسه همین میگن دنیا واسه پرروست. از شکست نمیترسه که 10 بار شکست بخورم. مثلا اومدن اصلا اسمش شکست نیست. ببین وقتی تو مثلا به یه مسیر
سختی داری قدم برمی‌داری، اصلا سخت آسونه، حالا هر چی می‌خوای اسمشو بذار، مسیر رشد، مسیر موفقیت، مسیر رشدت. تو مسیر رشدت داری قدم برمی‌داری، حالا یه سری قدمات منجر به موفقیت فوری نشه، این اسمش شکست نیست که. شکست اونیه که تو وایستی از حرکت. تو وقتی حرکت رو ادامه میدی ای پشت هم دیگه، حالا اسمشو میذاری شکست، من نمیگم به شکست، من میگم پله‌های موفقیت. اگه اسمشو میذاری شکست، همین پله پله خب وقتی رسیدی به موفقیت، تهش که موفق شدی، همه این گذشته، تمام این پله‌ها میشه پله‌های موفقیتت. یعنی اسمشون از شکست تغییر میکنه به پله موفقیت. ولی اگه جا بزنی تبدیل میشن به شکست. یادت شکست خوردیم، اون کارو تا اونجا متوقف کردیم، می‌خواستیم مثلا حالا توی همین زمینه که امروز صحبت کردیم مثلا یوتیوب بزنیم، ولی شکست خوردیم. اگه انجامش ندی اسمش میشه شکست متاسفانه، ولی وقتی ادامهش میدی اونا میشن پله موفقیت. یا اون پله مثلا 40م 50م که داری مثلا میرسی بهش، رسیدی بعد موفق میشی، اون کارو انجام بدی، اسم همه اونا میشه پله موفقیت، پله‌های موفقیت میشن. قشنگ نیست؟ خیلی قشنگه که دنیا اینطوری طراحی شده که تو بازنده نباشی مگر اینکه انتخاب کنی بازنده باشی. خیلی قشنگه این، خیلی قشنگه. و در ادامه میخوام بهتون یه توصیه کنم، اونم اینه که اصلا هیچی نباید بذاره حالتون اونقدی بچه که بگی نه نمیخوام برم. اون موقعی که حالتون بده میگین وای دیگه راهی نیست و اینا، اون روزو بذار، بگو این روزو من میخوام هیچ کاری نکنم. اینم خیلی کمک میکنه. مثل چیت دی توی تغذیه است. اون روزو یه روز در هفته اصلا بذار، بگو من نمیخوام انجام بدم. اصلا برای حالا این زمینه رشد موفقیت و اینا اصلا 2 روز هم شد اشکال نداره، یه هفته هم شد اشکال نداره، باورت نمیشه. رهاش کن. اصلا همون لحظه میبینی امروز حالشو نداری، بگو امروز واسه خودمه، اصلا امروز میخوام هیچ کاری نکنم، امروز هر چی پیش آمد خوش آمد. این کارو که میکنی، اون قسمت، حالا من مثلا علمیش هم توضیح بدم، اون قسمت گارد ذهنت که همش میخواد موفق شه، خب خود رشد کنه و اینا، بعد وقتی که با این شرایط روبرو میشی، شرایطت بده، حالا درد داری، حالا هر چی که هست، اون روز حالت خوش نیست، اگر هی بگی میخوام موفق شم، میبینی که نمیشه و تو ذهنت این باور شکل میگیره که نمیشه، سخته. وقتی رهاش میکنی میگی اون روزا که من اصلا نمیخواستم رشد کنم، که اصلا نمیخواستم پادکست گوش کنم، چون پادکست رو خیلی دوست دارم. این پادکست در زمینه‌ای که خودم علاقه دارم، وقتی گوش میکنم اصلا احساس میکنم یهو چند سال به عمرم اضافه شده. چند چیزی که با چند سال میفهمیدم یهو امروز فهمیدم، به این نتیجه گیری که میخواستم مثلا رسیدم. ما لوکیشن هم نزدیک شدیم، جاتون خالی. من جایی پیدا کنم که خودم نزدیک دوربین باشم و نظاره‌گر باشم که رکورد داره انجام میشه. بعد بعضی روزایی که حالشو ندارین اصلا رها کن، بذار بره. ببین فرداش پس فرداش، ولی فردا پس فرداش برگرد. اینم مهمه. فردا پس فرداش برگرد، دوباره نشدم یه روز دیگه بذار به تأخیر، ولی به خودت فشار نیار، رها کن. اونجایی که داری کم میاره اذیت میشه اصلا رهاش کن. خب بعد به یه جایی میرسی، یادت باشه اینو، به یه جایی میرسی که فشار روته، استرس و اینا خب هست. خب اسمش البته استرس که میشه گفت نیست، در واقع هیجانه. تبدیل میشه به هیجان، یعنی دیگه استرس تبدیل شده به هیجان. چه کنم تبدیل شده به میدونم چه کنم، باید این کارو کنم، باید بجنبم، میگم وقت کم دارم، نه وقتم کم ندارم. وقتم کم نداری، باور کن وقتم کم نداری، وقتت زیاد، خیالت راحت. دنیا هست همینطوری، تا نفس میکشی فرصت برای رشد هست. من به نظرم اومد این مدل نگاه کردن، چون خودم چالش تو زندگیم زیاد کشیدم. خب اینطوری به نظر شاید برسه بیرون که خب آدما مثلا یه مسیر رو داره میره خوش به حالش، مثلا اینا رو میدونن. نه واقعا باور کن تمام این کمالگرایی، نمیدونم این حس ناامیدی، این حس بدشانسی که چه بدشانسی آوردن، همه اینا رو منم کشیدم. این اصلا محاله تو بخوای توی مسیری حرکت کنی، اصلا اسمش هم موفقیت هم، توی مسیری حرکت کنی نچشی. مگه میشه مثلا اینطوری باشه؟ مگه مسیر همش اینطوریه؟ مهم اینه که کم نیر بری ادامه بدی و بدون که خیلی ها سوال تو رو دارن، بدون که خیلی ها در حال رشدن و تو میتونی جز اونا باشی. فقط ادامه بده، کم نیار تو این زمینه
و حتی اگه کم آوردی کم بیار، یه سری پوزا رو بذار کنار. من امروز آقا کم آوردم، میخوام زندگی عادی کنم. دستت خیلی بازه، دنیا خیلی قشنگ طراحی شده که تو اینقدر دستت بازه برای رشد. اصلا محال متوقف شی. حتی سرپاینیایی که فکر میکنی تو زندگی سرپاینیه، میگه سرپاینیه که تو باید اونو طی بکنی تا بعد بتونی صعود کنی. چقدر قشنگه اینطوری نگاه کردن. وقتی تو اینطوری نگاه میکنی شانس موفقیت افزایش پیدا میکنه. خب من دیگه برم یه ویدیو بگیرم ببینم چی میشه.